سلام آقای حافظی. سلام احوال شما؟ حالتون چطوره؟ قربان شما. مرسی، شما خوبی؟ الحمدلله. خیلی زحمت دادیم بهتون امروز. خواهش میکنم. خوبین؟ الحمدلله، شکر خدا. خیلی من خوشحالم. اولین باره دارم با ایران صحبت میکنم بعد از سالها. جدی؟ خیلی هم عالی. انشالله طرف خیر باشیم ما. انشالله. وجود دوستانی مثل شما واقعا غنیمته، جدی میگم، چون با این شرایط بسته‌ای که ما تو کشور داریم و معضلات و مشکلاتی که الان شرکت‌ها خلاصه باش مواجه هستن، هم حالا ناشی از یه سری سوء به اصطلاح مدیریت‌هایی که وجود داره، هم خلاصه شرایط سختیه تو این بودن و اینها. اینکه حالا عزیزانی مثل شما هستن بیرون ایران که دوست دارن مملکت رو، مردم رو و تمایل دارن که کمک بکنن، واقعا غنیمت. من شخصا افتخار میکنم. ایشالله که بتونیم قدمی برداریم در این خصوص و یه کمکی به شرکت ها باشه انشالله. من اگه موافق باشین حالا میخواد یه معرفی داشته باشین از خودتون و به اصطلاح سوابق و اینها، بعدش وارد گفتگو بشیم در مورد هم بحث تایلند. من هم میخواستم یه مقدار جنرال صحبت کنیم، هم تو حوزه تخصصی خودتون بیشتر مثلا توضیحات بدیم، ببینیم ما چطور میتونیم به شرکت ها کمک بکنیم برای اینکه بازارشون رو توسعه بدن. جنوب شرق آسیا، تایلند، هنگ کنگ و مناطق دیگه‌ای که حالا شما اشراف دارید. من در خدمتتونم. یه معرفی داشته باشیم بعد بریم جلو. خواهش میکنم. خب من حدوداً 15 ساله که در تایلند هستم و 13 سال در زمینه پروکیورمنت تدارکات API کار کردم، به خاطر اینکه تایلند بسیار در این زمینه ضعیفه و 90% از APIش وارداتیه. اون 10% رو هم که تولید میکنن خود کارخونه‌های دارویی استفاده میکنن. بعد بنا به دلایلی اون شرکتی که باهاش همکاری میکردم بسته شد و من اومدم با لی فارما یک شرکت هنگ کنگی که الان بیشتر از 30 سال سابقه داره، ولی 1 ساله که در تایلند فعال شده و فعالیتش هم فقط فینیشد پروداکت. ببخشید من یه ذره کلماتو سعی میکنم که فارسی بگم ولی فکر میکنم همه میدونن. آره همه چیز دارن. آره قاطی میشه. فینیش پروداکت رو محصولات خودشون رو میاره، محصولاتشون هم یه سریاشون تولید خودشونه، یه سریاشون هم تولید اروپا و آمریکاست. درست. الان من با شرکت لی فارما این قول همکاری رو دادم که بازارشون رو 2 جانبه باز کنم با میدل ایست، با خاور میانه. و بهترینم برای همکاری برای من یعنی اولویت ایرانه. کشورهای عربی نیستن. الانم تقریبا 2-3 ماهی میشه که پیگیر هستم جدی. یه پیشنهاد داشتم از شرکت واریان فارمد که اونا هم گفتن یه مدتی در دنبالش بودن که اینو ثبت کنن محصولشون رو، ولی متاسفانه گفتگوهامون به یه بنبستی رسیده. و الان در خدمت شما هستم. زنده باشید. انشالله همکاری میکنیم که هم اون قضیه حل بشه، هم شرکت‌های دیگه‌ای که با هم مطرح کردیم کارشون رو جلو ببریم. من داشتم نگاه میکردم سال 2023 تایلند چیزی حدود نزدیک 300 میلیارد دلار کالاهای مختلف به کشورش وارد کرده. حالا عدد دقیق‌ترش 292 میلیارد دلاره، ولی علیرغم این داستان یه چیزی حدود فقط 12 میلیارد دلار تراز تجاریش منفیه. این نشون میده که حجم صادرات تایلند هم خیلی بالاست تو حوزه‌های مختلف. و مثلا به طور خاص تو حوزه دارو یه چیزی حدود فقط 3.2 میلیارد دلار تراز تجاریش منفیه. سایر محصولات هم همینطور. حالا من اگه این چیزایی که خورده اونجا فکر میکنم کشش داره، مثلا فرض کنید که مواد شیمیایی ارگانیک یا هم مواد اولیه دارویی نزدیک 5 میلیارد دلار واردات داره، یعنی خالص مصرفشه. و تو حوزه مثلا کشاورزی و اینا هم تو کود و اینها یه چیز نزدیک 2.5 میلیارد دلار واردات داره. یه خورده از فضای تایلند برای ما بگیم ببینیم که اصلا به چه شکلیه حوزه اقتصادی. فضای تایلند چطوری بهتون بگم؟ تایلند یک کشوریه که بسیار مافیاییه.
یک کشوریه که شما باید کانکشن و پول زیاد داشته باشین و به محض اینکه به یه شاخه ورود کردین به بقیه شاخه هم میتونید ورود کنید. مثلا الان در زمینه دارویی شرکت دارویی اینجا تحت ساپورت مالی شرکت نفته. بله. ربطی با هم ندارن ولی پول شرکت نفت رو میگیرن و تولید دارو میکنن. به تولید دارو هم در واقع نمیکنن. تایلند بعد از کووید اصلا سیستم دارویش به هم ریخت. در حال حاضر تایلند یعنی بزرگترین تولید کننده واکسن کووید و سارس در آسیان شده به یمن ورود کووید. ولی قبل از اون تایلند هیچ چیز دارویی نداشت، یعنی 1% از واردات تایلند دارو هستش. 1% یعنی خیلی حجم بالایی از دارو رو وارد میکنه. فضا الان اینطوریه که تایلند یه دونه شرکت تولید کننده داروی دولتی داره به نام GPO، همون Government Pharmaceutical Organization. بله. و یه سری شرکت تولید کننده دارو داره که یه سریاشون خصوصی هن و یه سریاشون مولتی نشنالن، مثل آسترازانکا، مثل فایزر، مثل نووارتیس. از نظر من با توجه به آگاهی که من به تایلند دارم، اگر که شرکت‌های دارویی مثلا از ایران یا کشورهای خاورمیانه میخوان وارد بازار تایلند بشن، باید بیان اینجا تولید کنن. یعنی واردات بیشتر الان، عمده ترین واردات از آلمان و سوئد و بلژیک و آمریکا، حتی از ژاپن درصدش اومده پایین. ولی تایلند تمایل داره که این هزینه رو بیاره پایین و بهتره که، یعنی من توی این چند وقتی که دارم چیز میکنم، محصولات ایران ممکنه خیلی هم از نظر کیفیت، مثلا از محصولات کره، از محصولات مالزی، از محصولات اندونزی که الان تایلند وارد میکنه بهتر باشن، ولی هزینه تمام شده از ایران بخوام وارد کنن خب براشون خیلی بیشتر میشه به خاطر همون تعریف نامبر و به خاطر ایمپورت. بله. من توصیه به شرکت‌های ایرانی برای ورود به بازار تایلند اینه که بیان اینجا و از امکانات تایلند استفاده بکنن، چون بهشون 8 سال چیز میده، تکس فری، هیچ تکسی نمیخواد. و بعد اینجا وقتی شما شرکت بزنید همیشه مطمئنید که این محصول مال شما هست، به بازار نمیبازید، چون خیلی هم رقابت زیاده. از نظر من در حال حاضر تایلند برای اینکه وارد بازارش بشی باید بیای تولید بکنی و خیلی امکانات به دولت میده. خب ببینید، یه مقدار فضای سرمایه گذاری، یعنی که شرکت‌های ایرانی پاشن بیان بیرون ایران سرمایه گذاری بکنن، برای هر مجموعه میسر نیست. حالا ما شاید یه سری هلدینگ به توان مالی پایینه. ببینید تو ایران قیمت دارو داره کنترل میشه توسط دولت، یعنی وزارت بهداشت قیمت فروش شما رو تعیین میکنه، میگه مواد اولیت و هزینه‌های تولید تو همه رو بیار، بعد یه مارجینی در نظر میگیره و میگه که شما با این قیمت بفروشید دارو رو. و این باعث شده که شرکت‌های دارویی ایران مثلا بعضن حاشیه سودشون، الان من صورت‌های مالی بعضی‌ها رو نگاه می‌کردم، حاشیه سودشون به 15%، 16% بعضن کمتر رسیده. و این یک مطلب دیگه بحث نقدینگیه. ما الان خیلی بانک‌ها روون با نرخ مناسب برای شرکت‌ها سرمایه در گردش تامین نمی‌کنن و این باعث شده که شرکت‌ها از نظر تامین نقدینگی توی مشکلن. بعضن میگم یه سری هلدینگ‌های بزرگ ما داریم، اونا میتونن بیان سرمایه گذاری بکنن، خودشون خط تولید ایجاد کنن. اما اگه قرار بشه راه درست رو بریم، باید پارتنرشیپ ایجاد بکنیم. یعنی مثلا شرکت دارویی اونجا پیدا بکنیم که خط تولید داشته باشه، ما بیایم لایسنس بدیم، یا مثلا بگیم ما تضمین میکنیم مواد اولیت رو برات تامین بکنیم، تو بیا اونجا فینیش بزن. آیا این گزینه میسر هست روش کار بکنیم یا نه؟ من دارم همین فکر رو میکنم. من دارم میگم که شما شرکت‌های تولیدی ایران لایسنسشون رو بیان، اصلا نیازی نیست چون ما میتونیم کردیت بگیریم از دولت.
ما اول ثابت کنیم، پروپوزالمون رو ثابت کنیم به دولت که ما میتونیم این محصول رو اینجا تولید کنیم. این محصول به این دلیل در رقابت با محصولات آمریکایی و اروپایی به صرفه تره که 100% به صرفه تر خواهد بود. درسته. خب یعنی من میگم اصلا به فکر این که اصلا فینیش پروداکت رو بخوای وارد بازار تایلند بکنی شاید یه پروسه 5 ساله باشه، چون اولا یک سال طول میکشه تا شما ثبت محصول بکنید و برای هر محصولی حدود $10,000 فقط هزینه ثبتشه بجز هزینه‌های جانبی. و بعد دوز داروهای مختلف هزینه ثبت جدا داره. یعنی به نظر من یه وقت تلف کردن و یه صرف پول که نهایتا هم نمیدونید که آیا وقتی این محصول رو ثبت کردید تو بازار قابل رقابت هستید. میدونید چی میخوام بهتون میگم؟ شما تو این 1 سالی که تو نوبت هستین مارکتینگ هم میکنین. درسته. ولی هنوز این محصول دستتون نیست، اون مارکتینگتون مؤثر هم نیست. ولی من فکر میکنم شرکت‌های دانش بنیان ایرانی که الان این عنوان رو دارن بلندشن بیان اینجا و صحبت کنن، کردیت و پول رو از دولت بگیرن، چون اینجا تولیدات دولتی خیلی کمه و برن زیر چتر دولت تایلند. خیلی خوب. خب حقیقتش ببینین خیلی ایده خوبیه، ولی واقعیتش اینه که برای مثلا شرکت هایی که اون فضا رو نمیشناسن، کانکشن ها رو ندارن، ارتباطات ندارن، یه ذره کار سختیه. ما باید فکر می‌کنیم که الان از وجود شما و تیم شما اونجا چطور میتونیم استفاده کنیم که این مطلب رو جلو ببریم. شما در این خصوصی مقدار آگاهی بدید به ما که مثلا فرض کنید که شرکتی که میخواد باید سبدهای مشخص داشته باشه، مثلا میگه آقا من تو حوزه قلبی عروقی دارم، یا مثلا میگه من داروهای تزریقی فلان رو دارم و یه پکیجی در حقیقت مهیا بشه در قالب پروپوزالی و ما این رو مثلا در اختیار شما قرار بدیم. ممکنه مال چند تا شرکت هم باشه، نه فقط یه شرکت. و بعد این رویه رو شما اونجا توانایی دارید پیگیری کنید، چه مدت طول میکشه، چه هزینه‌ای داره، چقدر خوشبینید، اینا رو خورده توضیح بدیم برای ما. خب اگه بخوام درباره API رو که من با ایران فکر نمی کنم ظرفیت تولید رو ایران ظرفیت تولید API رو داشته باشه برای صادرات. چرا داریم تا یه حدی. چطور مگه؟ میتونید به من اسم محصولاتی رو که ظرفیت صادرات رو دارن بدین؟ چون من اون مگنزیوم هیدروکساید و مگنزیوم اکساید شما گفتین که خلوصشون و خب API رو بذاریم کنار، بیایم روی فینیش پروداکت. نه ببینید اگر بحث اون محصولاتی که من خدمتتون گفتم بررسی کردم، من اینا رو یه مقدار میبرم تو حوزه کمیکال. خب اینا من فارماسوتیکال میخوام. میدونم من USB میخوام. آره اینا حالا یه مقدار شاید بگم اون ادیتیوایی بود که به API های ما اضافه میشه. خب درسته که فارما گرید میخواستیم باشه، اینا رو یه سریش تولید نمیشه تو ایران، ولی API تولید میشه. مثلا داروهای نارکوتیک هست، قلبی عروقی هست، آنتی کنسرها هست، اینا هستن که مثلا فرض کنم من هم محصولات شرکت تماد رو میتونم بهتون معرفی کنم، شرکت پارسیان هست که برای شما لیستش رو فرستادم. اینا شرکتایی که در حقیقت API تولید میکنن، ولی شاید مثلا تو اون کاتگوری بوده که شما فعلا کار نمیکنید روش. API رو میشه کار کرد به نظر من، مشکلی روش نداریم. قیمت‌ها هم رقابتی خواهد بود با هند و چین تو بعضی از محصولات، نه تو همه، ولی کیفیتشون قطعا کیفیت خوبیه. ولی تو فینیش خب نه، فرمایش شما متینه، فینیش رو باید ببریم به همون سمتی که شما فرمودید، یعنی اونجا تولید بشه. فینیش پروداکت بیشترین محصولات دارویی استفاده شده اینجا برای داروهای قلبی عروقی و دیابته. یعنی 60% مردم تایلند دیابت دارن. اوه چه عدد چیزی. خب قلبی عروقی و دیابت و کلا داروهای NCD، داروهای غیر واگیردار مزمن، اصلا سرطان ها. ولی تو زمینه سرطان ورود بهش خیلی سخته، به خاطر اینکه سرطان رو خود دولت از طریق همون GPO با مناقصه و اینا وارد میکنه، یه مقداری طول میکشه تا مثلا معرفی دارو و پذیرفتن و این چیزاش. ولی محصولات قلبی عروقی و محصولات دیابت و فشار خون کلا اینها خیلی خیلی بازارش رقابت توش زیاده، محصولات زیادن، ولی خب هر چقدر ما بتونیم محصول با کیفیت تر و قیمت پایین تری رو عرضه کنیم، خیلی جا هست برای
ابراز وجود، درست درسته. میگم؟ برای ابراز آره وجود خیلی آره جا هست. سهم از آره. بازار بگیر. و داروهای افسردگی هم با اینکه افسردگی در تایلند خیلی کمه، حدود 5% مردم دچار افسردگی هستن، ولی تازه دارن شروع میکنن و چون خودشون داروهای ضد افسردگی ندارن، این هم میتونه یه گزینه‌ای باشه که زودتر مثلا معرفی بشن. من نمیدونم ایران در زمینه داروهای افسردگی احتمالاً خوبه. بله داروی ضد افسردگی که داریم و یکی از مهمترین چیزهایی که اتفاقا چینی‌ها خیلی همیشه به چشم داشت دارن زعفران ما هست که در حقیقت ماده مؤثرای اون رو در حقیقت استفاده میکنن برای داروهای ضد افسردگی و الان یه بخش زیادی از صادرات ما به چین داره تو شرکت دارویی برای این بخش استفاده میشه، استفاده ماده مؤثره برای تولید این داروها. تو این حوزه هم میتونیم پس کار بکنیم. حالا ببین یه تفکیکی داشته باشیم، چون من میخوام یه خورده اینو مثلا پرکتیکال ببینیم که اگه قرار کار بکنیم به شرکت‌ها چی بخوایم بهشون بگیم. یه کاتگوری ما میشه محصولات شرکتایی که API تولید میکنن که روی این API شما فکر میکنید ما احتمالاً میتونیم کار بکنیم برای صادرات تایلند. خیلی خوب، بیایم روی این داستان صحبت کنیم. اینا رویه ثبتش به چه شکله، هزینه‌شون به چه شکله، چه مدتی طول میکشه اینا رو بخوایم ببریم تو بازار معرفی کنیم به شرکت‌ها، اینا رو صحبت کنیم. API حدود 6 تا 9 ماه بله طول میکشه و هزینه ثبتش رو نمیدونم چجوریه چقدره، ولی اگر شما بخواین به اسم مانیفکتچرر، به اسم سازنده ثبت کنین، هزینه‌اش رو خود سازنده میده. ما اینجا براشون ثبت میکنیم به اسم خودشون و مارکتینگشون رو انجام میدیم. اما اگه بخواین به اسم خود مثلا به ایجنسی، ما ایجنسی شما بشیم اینجا، ما سپلایر شما بشیم اینجا، ما پرداخت میکنیم به شرط اینکه شما اون تولیدتون 200 تا 300 برابر از حدتون باشه، یعنی هزینه ها رو بیارین پایین. یعنی خیلی ارزون تر از چیزی که میفروشین در بازار به ما بدین که هزینه ثبت رو جبران کنه. آها خیلی خوب. یه روالی که معمولا شرکت‌های ایرانی دارن اینن که میگن که ما از اولین پارتی که در حقیقت جنس به شما میدیم این هزینه ثبت رو تهاتر میکنیم، یعنی یه جورایی به شما اینو من باهاشون مطرح کردم، این همچین چیزی رو نمیپذیرن. اینا دو جور چیز میکنن. یکی این که به اسم خود فروشنده، به اسم خود سازنده باشه ثبت کنن، یا ما براشون ثبت بکنیم به شرط اینکه اونا 200 تا 300%، یعنی میگن اصطلاحش هم چی میگن، بذارید براتون بگم اصطلاحشو، selling at cost باشه که یه مقدار زیادی رو تولید کنن و برای ما بفرستن با هزینه خیلی کم، ولی ما هزینه ثبت اون محصولات رو قبول میکنیم. بذارید اینو یه خورده بازش کنیم. مثلا من الان چون خودم متوجه نشدم فکر میکنم شاید مخاطبم متوجه نشه. مثلا فرض کنید من یه API رو دارم، مثلا فرض کنید کیلوگرمی $200 تولید میکنم. خب منظور اینه که اینو چطور باید به شما تحویل بدیم و مثلا فرض کنید مثلا شما تولید سالانه‌تون از اون API مثلا 100 تنه سالانه. بله. اینو شما 300 تن میکنید که هزینه‌تون بیاد پایین‌تر. خب. و بعد اون 200 تن اضافه رو به ما میدین که ما براتون اینجا بفروشیم. یعنی شما برای یک بازار بیرونی هم تولید میکنید، هزینه‌تون هم میاد پایین، اینجا هم به ما خیلی کمتر از قیمت، یعنی حتی شاید مثلا 70-80% کمتر از قیمتی که هست توی بازار میفروشیم و ما هزینه ثبت رو قبول میکنیم. یه همچین چیزی. خب یه خورده اینو بعید میدونم، چون مثلا فرض کنید اسکیل کردن یه تولید من فکر نمی کنم باعث بشه 70% قیمت کم بشه، مثلا شاید 20% کم بشه، 15% کم بشه. اینشو نمیدونم واقعا، حالا باید خود شرکت ها در موردش فکر بکنن و نظر بدن، ولی من فکر میکنم که یه خورده این کار سخته. یعنی ما همون اپروچ رو داشته باشیم که API به اسم خود شرکت ثبت بشه و مثلا سلینگش و دیستریبیوشنش رو بدیم به مجموعه شما، شاید بهتر باشه. روی اون داستان چجوری کار میکنید؟ یا کامیشن میگیرید
یا نه شما با یه بیس؟ نه ما کامیشن نمیگیریم، ما قیمتی رو که شما آفر میدین ازتون میخریم و اینجا خودمون سلینگ کاستمون رو محاسبه میکنیم و به یه قیمتی توی بازار میفروشیم، کاری که الان ما با ژاپن داریم انجام میدیم. آها خیلی خوب، متوجه شدم اینو. بعد آیا برای قراردادهاتون مثلا قراردادهای بلند مدت منعقد میکنید یا نه تمایلتون اینه که مثلا اصلا هیچ محدودیتی روی نداریم، 3 ساله 1 ساله بستگی داره به فروشنده. بسیار خوب، یعنی اگه مثلا فرض کنید چینیه پس فردا به شما آفر بهتری بده ممکن از اونم بخرید برای شما. بله. اوکی خیلی خوب، پس همیشه این فضای رقابتی رو رقابته، بازار رقابته. بسیار خوب، پس ما رو API یه زمان 6 ماه تا 9 ماه حساب میکنیم. هزینه احتمالاً نسبت به فینیش کمتره، یعنی اگه اونجا شما فرمودین 10,000 تا احتمالاً اینجا کمتره که ما کیس به کیس به شرکت‌ها اعلام میکنیم این مبلغ رو. بعد عرضم به حضورتون که رویه هم که این مدل همکاری رو هم که 2 مدل شما فرمودید خیلی مشکل نداریم. میریم رو داستان فینیشت هم پیشنهادتون این بود که ما اونجا تولید بکنیم، API از اونجا تامین بشه، اونجا تولید بشه، شرکت‌ها خودشون یه طرح تجاری داشته باشن در حقیقت، یعنی یه پورتفولیو محصول داشته باشن و اینکه بخوان اونجا کار بکنن. روی این پارتنرشیپ شما چه کمکی میتونید بهشون بکنید که اونجا پارتنر پیدا کنید براشون؟ یا نه اصلا میخواید برید سراغ اینکه وام بگیرید برای شرکت، یا شرکت اصلا ثبت بشه اونجا، شرکتی که ثبت شده بره وام بگیره ببره کار رو جلو؟ پیشنهاد این قسمتتون چیه؟ راستش من نمیتونم الان، یعنی آخه کشور به کشور فرق میکنه. خب مثلا اگر اینو من دارم میگم، روی واقعیت دارم میگم، شما اگر از ژاپن بیاین یه جوری با شما برخورد میکنن، اگه از اندونزی بیاین یه جوری باتون برخورد میکنن، اگه از دبی بیاین یه جوری باتون برخورد میکنن. اینطوریه اینجا، یعنی این یه واقعیتیه. بله. من الان نمیتونم بگم، یعنی چون من خودمم هیچ شناختی، الان دارین شما میگین شرکت ها، هیچ شناخت خاصی ندارم که ایران توی این مدت، من میدونم الان ایران مثلا توی شمال چی بهش میگی CIS رو، کشورهای آسیای میانه خیلی جابا کرده، خیلی محصولاتش هست، ولی این طرف نیست. درست. اصلا این طرف ما حتی زعفرونی که شما میگین اینجا با بسته‌بندی اسپانیش میگیریم، شما باورتون نمیشه. زعفرون ایران، من میدونم این زعفرون ایران نوشته میدین اسپین. اینقدر روش حساسیت هست. من اصلا الان نمیتونم به شما بگم که مثلا من آیا شرکتی هست که من بهشون بگم بیاین پارتنرشیپ داشته باشیم با یه شرکت ایرانی، بلافاصله میرن روی پیمنت، روی خیلی خیلی سخته. ولی اگر یک شرکتی باشه که شما مثلا به ما معرفی میکنید، میگین اینو اینطوری هستش، تمام اطلاعات رو به من میدین، من میرم با یکی از شرکت، اصلا خود شرکت لیفارمای هنگ کنگ ممکنه ساپورت کنه و محصول شما رو پروموت کنه. همونطوری که محصول کشورهای دیگر رو داره پروموت میکنه، چون هنگ کنگ با تایلند خیلی فرق میکنه. اینجا اسمش اقتصاد آزاده ولی به هیچ عنوان به استقلال هنگ کنگ نیست. اینجا هنوزم تحت سیطره یه سری قوانین و چیزها هست. ولی اینو من نمیتونم بهتون بگم که بله من 100% میگم که آره یه شرکت ایرانی رو من بسته به باز هم محصولتون داره. اگه یه محصول خیلی خاصی باشه که واقعا اینجا بازاری یعنی نیست تو بازار. میدونید منظورمو بهتون؟ بله. بسته به محصول داره. آره هستن. ببینید ما داریم یه سری تعداد محصولات خیلی خاص داریم که البته بعضی از اینا هنوز به اصطلاح، حالا ما چون خیلی به پتنت اینجا پایبندی نداریم، پتنت های US پتنت و اینا، محصولات اینجا به نوعی جنریکش ساخته میشه و داره عرضه میشه تو ایران. هم به خصوص تو سرطان یه سری داریم استفاده میکنیم، محصولات لب مرز دانش که فقط مثلا تو آمریکاست، پتنت آمریکاست، داریم استفاده میکنیم. اگر این گروه رو بذاریم کنار، یه سری محصولات خاص داریم که پتنتش منقضی شده، میشه اونا رو کار کرد. یه سری محصولات اینوویتیو داریم که اونها رو هم میشه پیشنهاد داد، هم تو حوزه دارو هم تو حوزه مکمل اونا رو میشه کار بکنیم. عرضم به حضورتون. ولی اون محصولاتی که هنوز پتنتش اکسپایر نشده اونا رو که نمیشه کار بکنیم اونجا، درسته؟ نه. اوکی. ولی اینایی که پتنتش اکسپایر شده میتونیم روش خیلی خوب کار کنیم، چون الان هند داره از همین استفاده میکنه. 8% داروهای تایلند از هند
سینرژیک های خیلی ارزون قیمت رو جنریک های خیلی ارزون قیمت رو میاره. بله، از همین استفاده میکنه که پتنتشون شکسته شده و تموم شده و میاره توی تایلند. اگر ما بتونیم هم این کارو بکنیم بازم خیلی خوبه. خیلی خوب. همش بستگی به این داره که محصولات چیه. آره اینا رو حالا باید شرکتایی که علاقه‌مند هستن دونه دونه پروفایلاشون رو ما در اختیار شما قرار بدیم و بعد ببینیم که در حقیقت حالا یه مشورتی داشته باشیم، ببینیم که میشه کار کرد نمیشه کار کرد یا چه استراتژی رو شما برای هر کدوم توصیه میکنید. تو حوزه سلامت دیگه چه چیزی رو میبینید؟ مثلا بخش تجهیزات پزشکی یا حوزه‌های دیگر رو بهداشت، اینا یه مقدار روی بحث آیتی فکر بکنیم. نمیدونم مثلا الان اونجا خیلی روی بخش دیجیتال وزارت بهداشت کاری کرده رو سلامت مردم، خدماتشون. نمیدونم خیلی وقتا اینجا که دکتر رایگان داریم. آره ما اپلیکیشن های دکترای رایگان داریم که با دکتر در تماسی روی اپلیکیشن. از این نظر بعد از کووید خیلی خیلی پیشرفت کردن، یعنی سعی کردن مراجعه رو به بیمارستان ها کم کنن و بیشتر آنلاین باشه، حتی شاید دلیوری دارو هم داشته باشن. این کارها رو کردن. بله. یا مثلا اینجا داروخانه ها فقط 20% از توزیع دارو رو تو بازار دارن، ولی دارن افزایشش میدن. یعنی گفتن تا سال 2027 این رو برسونیم مثلا به 35 تا 40%. ولی بیمارستان ها هنوز این اجازه رو ندادن، چون بیمارستان ها 80% توزیع رو دارن و توی دوره کرونا هم به بیمارستان ها این اجازه رو دادن که هر دارویی رو که میخواین میتونین انبار خودتون رو داشته باشین، با اینکه دولت روی قیمت ها کنترل داره، ولی خیلی به بیمارستان ها این اجازه رو دادن که میگم الان تایلند جزو تولید کنندگان واکسن تمام بیماری های مثل سارس و ابولا و کووید و اینا هستش. توی حوزه آسیان آسترازانکا اومد اینجا و با کمک آسترازانکا این فناوری رو گرفتم. الان تولید بیشترین چیزی که توی تایلند مسئله از همین بیماری های تنفسیه به خاطر آب و هوا. به جز اون بیماری های مزمنی که بهتون گفتم، سارس و ابولا و اینها خیلی هست. خیلی داروهایی که مثلا سالانه 2 بار همه واکسیناسیون آنفولانزا دارن و توی زمینه مسکن ها هم خیلی ضعیفن. این رو الان یادم اومد. مسکن ها و تبرها. خب این دقیقا نقطه قوت ما هست، چون شما میدونید ما داروهای نارکوتیکمون چون از کشفیات مواد مخدر داره در حقیقت تامین میشه، سورسش مواد اولیه‌مون خیلی اصلا قیمتی نداره در حقیقت و تو این حوزه الان بیشترین صادرات ما کار کنیم. خیلی خب اینا میتونیم چند شرکت هستن که در حقیقت میتونیم باهاشون کار بکنیم. هم خود تماد هست، کیمیاگران هست، چند تا مجموعه دیگه هم هستن که باهاشون میتونیم تو این حوزه کار بکنیم. خیلی خب پس این رو هم صحبت کردیم. یه خورده در مورد بیمارستان ها اینا فرمودید، کلا سیستم دولتیه دیگه اونجا، درسته؟ اینجا که آره اینجا یه طرحی دارن که 71% بیمه است. مردم 71%شون یه بیمه‌ای دارن که با 30 بات توی سال تو خودتو بیمه میکنی. یعنی تقریبا 98 خورده ای از مردم بیمه هستن. آره تحت پوشش دولتن. آره ولی این توزیع رو میگم که توزیع دارو 80%ش توسط بیمارستان هاست و 20%ش توسط داروخانه ها و استندهای فروش دارویی که توی فروشگاه های بزرگ هست. یعنی مثلا بیشتر بیمارستانه. یه نفری که مریض میشه به بیمارستان مراجعه میکنه، همونجا داروش رو هم بهش میدن. بله. خیلی خوب، جالبه. مثل ایران نیست که شما نسخه بگیرین برین داروخانه، نه. تازه یه مدل هستش که یعنی یه سری از بیماری مثل یه سرماخوردگی معمولی شما هم میتونید آپشن دارین که برین بیمارستان رایگان داروتون رو بگیرین، هم میتونید برین داروخانه و به دکتر به داروخانه بگین که مثلا این دارو یه سری داروها بدون نسخه داده میشه با هزینه یه مقداری بیشتر. بعد تو حوزه طب سنتی و اینا هم فعال هستن یا نه؟ بیشتر هم
طب سنتی هم یه برندهای خیلی خاص خودشونو دارن که بسیار هم موثره، ولی توی بیمارستان ها داروی طب سنتی به کسی نمیدن. ولی شما توی فروشگاه زنجیره‌ای، توی 7-11 ها شما میتونید به هر دارویی برای سرفه، برای گلودرد، برای سردرد داروهای طب سنتی هستن. ولی توی بیمارستان اینا ثبت باید بشه، مجوز باید گرفته بشه. حتما باید هر چیزی باید، بله، هر چیزی که به غذا و دارو ربط داره باید ثبت بشه. حتی شما یه چیزی رو که ثبت میکنین، اگه مثلا من این محصول رو ثبت کردم تحت عنوان این شرکت با سازمان غذا و دارو، اگر یه شرکت دیگه بخواد همون محصول رو پخش کنه، دوباره باید بره برای اون محصول اجازه، یعنی ثبت ورود بگیره. خیلی سختگیرن در این زمینه. خب ببینید تو ایران مثلا شما یه دارو رو بخواید چیز کنید، خیلی وقتا ازتون مطالعات بالینی میخوان، ولی برای طب سنتی شما مثلا استناد میکنید به کتاب‌ها یا مثلا متونی که منتشر شده توی کتاب‌ها، مثلا طب سنتی نمیدونم طب رازی، طب نمیدونم ابو علی سینا و اینها، و خب مجوز رو بهتون میدن که عصاره فلان گیاه رو نمیدونم استفاده کرده برای سرفه، و با استناد به اینها میتونید شما مجوز بگیرید. فرآیندش راحت تره. تو تایلند اطلاع دارید که این فرآیند نسبت به داروهای کیمیکال به چه شکلیه؟ خیلی اطلاعاتی ندارم ولی میتونم بپرسم، ولی اینجا من فکر نمی کنم بازاری برای مثلا داروهای، چون اینا خودشون داروهای طبی چین و تایلند رو دارن، یعنی من فکر نمیدونم، حالا بعد نمیتونم 100% بگم، ولی خیلی هم سفت و محکم هستن رو داروهاشون که بسیار موثره و بعضیاشون هم بسیار موثره. ولی نمیدونم که چجوریه ثبتش. بریم روی سوپلمنت و پروبیوتیک و اینا صحبت کنیم. بازار اینا چجوریه؟ رو مکمل ها و اینها اونجا وضعیت به چه شکلیه؟ خب مکمل ها بازارش رو ما خودمون تولید کننده پروبیوتیک هستیم برای همه رده های سنی، چون که اینجا الان خیلی ها به این سمت شیفت کردن که چی بهش میگن، مراقبت از خود قبل از بیمار شدن، که پروبیوتیک ها و ویتامین ها و اینا. ولی کلا مصرف مولتی ویتامین ها اینجا خیلی کمه و اصلا مثل ما نیستن که دیدین به بچه ها از بچگی ویتامین A میدن، هیچ ویتامینی رو به بچه ها نمیدن، چون میگن که شیر، غلات همه اینجا غنی شده است. بنابراین مصرف مولتی ویتامین شما میتونید پیدا کنید، ولی مولتی ویتامین ها اکثرا آمریکایی هستند. اینجا خودش 2 تا برند مولتی ویتامین داره که بازم تحت لیسانس، یکیشون آلمانه یکیشون آمریکا. ولی پروبیوتیک ها چرا الان خیلی دارن، ولی نه ما برای شما نمیفروشیم چون خودمون میفروشیم. خیلی ممنون از صداقتتون. حالا ما حقیقتش بیشتر الان میخوایم میذاره بازار رو کشف بکنیم که دوستانی که حالا احتمالاً در آینده این ویدیو رو میبینن بدونن که فضا به چه شکلی هست و تو چه حوزه‌ای میشه کار کرد. خیلی خوبه. حالا همین که مثلا فرمودید که حوزه داروهای گیاهی رو روش تمرکز نکنیم، حوزه پروبیوتیک رو خیلی تمرکز نکنیم، مکمل ها رو تمرکز نکنیم، یه اینسایتی میده که کسی نره سمت این حوزه. نه آقای حافظی، مکمل ها رو الان میگید اینجا زینک نیست و تقاضا هست. و تقاضا، من خودم متقاضی زینکم، زینک نیست. باورتون نمیشه. چه جالب. آهن، آره مثلا اینو نمیگم روش کار نکنیم، بازار خیلی رقابتیه. میتونید من میتونم بهتون بگم که یه بازاریه که اگر که شما به یه ریسمان درستی چنگ بزنید خیلی جا هست. من دارم میبینم که ما به نسبت مثلا کشورهای عربی، چون اینجا هم خیلی 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 کمپانی های عربی هستن. اصلا ما یه محله‌ای داریم که محله عرب هاست. بله اصلا یه محله عرب هاست که من خودم میرم محصولات مثلا بعضی از چیزای ایرانی رو، خیارشور رو نمیدونم کشک و این چیزا رو میرم از محله عربا میگم، چون خودمون نداریم اینا رو. آره ولی همه چی رو میشه فروخت، همه چی رو میشه وارد بازار کرد، به شرط اینکه قدم ها درست گذاشته بشه. یعنی هم فروشنده هم مایی که اینجا میخوایم پروموت کنیم با همکاری درست، نه اینکه هر کسی به فکر سود خودش باشه، هر کسی به فکر. اون روز من برای شما گفتم من یه چیزی رو، چرا ژاپن تا میگی محصول ژاپنی رو هوا قاپش میزنن؟ چون انقدر روی کیفیت و کاستومر سرویس و خدمات بعد از فروششون
تاکید دارن. فقط اینطوری نیست که محصول رو بفروشن بازار پیدا کنه، اینقدر مراقبن که این محصول که دفعه ضعفی نداشته باشه، یه دفعه مشتری ناراضی نباشه. خودشون مدام چک میکنن. به من مثلا پیام میدن میگن GMP 2 ماه دیگه داره اکسپایر میشه، میخوای زودتر اقدام کنی؟ مثلا میگم نه حالا 2 ماه دیگه وقت داریم. اینطوری هم. برای همین خیلی خیلی پتانسیل داره بازار. بله میفهمم. به شرط اینکه اول به فکر این نباشیم که سود کنیم، نه، اول به فکر این باشیم که خودمون رو درست معرفی بکنیم. ما توی این حوزه صادرات همیشه من حالا به دوستانم میگم متاسفانه فهمش شما درسته سر این حساب که شرکت ها خیلی دید درستی ندارن به مقوله صادرات. ما صادرات رو من 3 مرحله میدونم: مرحله بازارسازی، بازاریابی، بازارداری. الان این فرمایشی که شما گفتین در مورد چینی ها مربوط میشد به اون بخش بازارداری. ژاپنی ها ببخشید داری، بله. آره مربوط میشه به بخش بازارداری و ما باید اینو بپذیریم که همه اینا هزینه داره، باید وقت بگذاریم. شما بله. با هم صحبت میکردیم فرمودین که به همین ژاپنی که برندش همه دنیا رو مثلا تکون میده و قبولش دارن، وقتی یه مطلبی رو میگید تا کمر دلا میشه و میگه چشم، بله. انجام میدم. بله. به قول معروف ما ایرانی‌ها قدبازی نداره که من برندم، من فلانم. باید ما بپذیریم که تواضع داشته باشیم تا بتونیم تو بازار جا باز بکنیم. این موضوع خیلی مهمه و دوستان تاکید کنم این رو میگم برای اینکه خلاصه دوستانی که در آینده احتمالاً این ویدیو رو ببینن، بشنون، اینا رو بدونن که بازار صادراتی اگه ژاپن داره کار میکنه، حتی همون چین داره کار میکنه، آلمان داره کار میکنه، واقعا تواضع دارن برای خریدار. مشتری حرف اولو میزنه و این تواضع رو دارن و کارشون خوب جلو میره. خب تقریبا من یه دیتای خوبی گرفتم. اگه موضوع دیگه ای هست شما بفرمایید تو این حوزه، وگرنه مثلا بریم روی چیزهای دیگه هم صحبت بکنیم، بخشای دیگه ای که فکر نه شما بپرسین من جواب بدم. و این رو هم بگم که به نظر من یه فروشنده خوب وقتی موفقه که سپاسگزار اون خریدار باشه. بله بله. سپاسگزار اون خریدار باشه که داره محصول تو رو میخره و پول بابت اون میده. نه اینکه ما فکر کنیم که ما داریم یک لطفی میکنیم به یه نفر که بشه، چون بازار الان این بازار شما اینو نخوای 1000 تا آپشن دیگه هست که بری انتخاب بکنی. بله. این متاسفانه چون که بازار ایران بازار رقابت نیست، نه تو فقط توی فروش محصولات، توی خدمات هم. یعنی یه همینی که هست دیگه، چون که 2 تا 3 تا هستن که این محصول رو میدن و ما فکر میکنیم وقتی میایم بیرون خب همه میگن خب همینه که هست، درسته که شما باید همیشه یه اپسیلون بالاتر از بازار باشی که بتونی خودتو عرضه بکنی. بله همینطوره. من یه چیزی رو میدیدم از سال مثلا 1970 اومده بود ترند اولویت ها رو برای اینکه شما بتونید بفروشید داشت. یه زمانی مثلا تولید بود، میگفتن هر کسی میتونه پروداکشن داشته باشه توی اسکیل، اون موفق میتونه باشه توی مارکت. بعد بحث هنرهای سیلز اومد، همون داستانی که نمیدونم به اسکیموی یخچال فروختن و اینها، یعنی اونی که هنر فروش داشت، تریک های فروش رو بلد بود، موفق بود. بعدها اومد روی داستان مثلا اکانتینگ و اینایی که خوب میتونستن حسابداری بکنن و تامین مالی درستی داشته باشن. همینجوری جلو اومد تا رسید به مارکتینگ و الان دنیای لویالتیه. اون کسی که بتونه مشتری رو وفادار به خودش نگه داره، درست مارکتینگ بکنه، اونا موفقن. این حالا یه مسئله‌ای که وجود داره. در مورد چین هم همیشه میگن دیگه تکنولوژی واقعا مهم نیست. شما هر چی الان تو دنیا بیاد بیرون 3 ماه بعدش چینی کپیشو میاره بیرون. ولی به تکنولوژی دیگه نمیشه خیلی نازید تو دنیای امروز. همین فرمایش شما رو تاکید میکنم روش، امیدوارم باز اونایی که گوش میدن به توجه بیشتری بکنن. حالا از خدمات سلامت و اینها هم گفتیم. داستان تجهیزات پزشکی به چه شکلیه؟ چون ما اینجا بعضی شرکت‌ها هم داریم تو تجهیزات پزشکی هم خوبن. نمیدونم حالا اینسایتی دارید راجع به این یا نه؟ این رو هم میتونیم روش کار کنیم چون تجهیزات پزشکی رو بازم من میدونم که بازار واردات بزرگی داره. اطلاعات زیادی دربارش ندارم ولی میدونم که تجهیزات پزشکی، مخصوصا تجهیزات دندان پزشکی، تمام وارداتیه. آها، خب اینم باز مثلا یه اطلاعات خوبی دارید میدید. این رو میتونیم روش کار کنیم.
خیلی خب. آره. اونا هم همین فرآیند ثبت و اینها رو دارن، ولی خب شما فعلا چون کیسی نبوده ورود نکردید. نه من ورود نکردم. ما خودمون تجهیزات رسپیریتوری برای مثلا چی بهش میگم، بخش نوزادان، محصولات تنفس نوزادان، مثلا اینو خود لیفارما داره. ما این کپسول های آره این مثلا، ولی این که بخوام ورود کنم، ولی کلا آقای حافظی تایلند یه دهات اینطوری در نظر بگیریم. واقعا دارم میگم، نه خب یه دهاتیه که یعنی مثلا شما فکر کنین زمان رضا شاه ما در اون حدی. خب ولی یعنی من همیشه حالا شوخی چیز میگم که یه سری واقعا توهین نشه، یه سری آدمای خیلی اولیه و نخستین هر کدومشون یه آیفون و یه دونه ماشین بنز و بی ام و دادن دستشون و تمام خارجی هان که دارن این مملکت رو میگردونن. تایلند از خودش یه ماشین ملی نداره، یه موتورسیکلت نداره. انقدر این بازار میتونه واسه همه محصولات، به شرط اینکه همون درست اومدن. چرا اینجا ژاپن تمام ماشینای اینجا ژاپن، یعنی 3 تا ماشین اول اینجا تویوتا و هوندا و نیسانه، 3 تا ماشین اینجا همه چی رو میشه اینجا فروخت، به شرط اینکه میگم از اول اون اساس درست باشه. و تکنولوژی نداره تایلند. درسته، نمیدونی فعلا هیچ تکنولوژی خاصی نداره. این ماشینالات رو هم به من لیست بدین، به من بگین، من سرچ میکنم، من میگم مثلا به دوستا، چون شرکت ما شرکتی نیست که توی ماشینالات باشه، ما بیشتر توی مواد خام و فینیش پروداکت دارویی هستیم، ولی شرکت میتونه تو زمینه‌های مختلف کار کنه. درست. یعنی این لیفارمای تایلند میتونه تو زمینه‌های مختلفی با کار بکنه. بله، چون بیس کارتون رو بحث ترید و دیستریبیوشن گذاشتید تا حالا تو حوزه‌های مختلف کار بکنید. خیلی خب، پس تجهیزات پزشکی هم یه گزینه دیگه ایه که میشه بهش فکر بکنیم. اوضاع کلا اقتصادی و سیاسی اونجا رو چطور می‌بینید؟ ثبات داره مثلا کسی بخواد؟ اوضاع سیاسی آره ثبات رو که داره. نه ثبات رو میتونم بگم آره داره. ما بالا و پایین یکم داشتیم بعد از کرونا، ولی الان اوکیه، الان خوبه. من بهتون بگم مثلا نرخ تورم اینجا نمیدونم، شاید بعد از کرونا یه مقداری مثلا زیاد شد، مثلا شد 20% که الان دارن بازم کنترلش میکنن، ولی در کل شاید مثلا رو 7-8 باشه نرخ تورم. خیلی خوب. این 15 سالی که من اینجا بودم، حالا داده های آماری درستری هم هست، ولی نه ثبات داره. خیلی خوب. میدونید این دیتا ها قابل دسترس هست، یعنی ما سورس های مختلف داریم، بانک جهانی هست، کوفاس هست، اینا رو میتونیم دیتا بگیریم، ولی خب سنسی که یه نفری که اونجا داره زندگی میکنه رو وقتی میکنه خیلی مهمه به نظر. 100%. بعد روی هزینه های تولید مثلا میدونید چی رو میخوام بفهمم؟ میخوام بدونم مثلا فرض کنید که هزینه لیبر اونجا چقدره، یه نفری که چه میدونم یه مهندس، یه متخصص، یا حتی مثلا فرض کنید یه کارگر، یه سنسی دارید از دستمزدها به من بدین که آره حدودی مثلا اینجا حداقل دستمزد 300 بات در روزه، یعنی میشه 9000 بات در ماه. 9000 بات من نمیدونم، الان فکر کنم 1600، هر باتی 1600 تومنه. ولی یعنی اگر کار تولیدی شما اینجا انجام بدین، انقدر دولت شما رو ساپورت میکنه که خیلی راحت میتونین از پس این هزینه ها بر بیان. یعنی کار تولیدی یه سرمایه گذاری درسته توی تایلند. متوجه شدم. شما هر کاری رو بخواین تولید بکنین، دولت انقدر شما رو ساپورت میکنه، انقدر بهتون تا جایی که میشه امکانات میده، وام میده. و البته که یه چیزی که تایلند داره اینه که شما هر چیزی رو بخواین تو تایلند ثبت کنید، به عنوان یک خارجی نمیتونید بالای 49% از اون سهم داشته باشید. حتما باید 51% اون سهم به یه تایلندی متعلق باشه. این چیزو داره.
ولی انقدر دولت براتون باهاتون راه میاد برای هر خلق هر کاری، انقدر باهاتون راه میاد، انقدر بهتون ساپورت میده، انقدر از هزینه هاتون سعی میکنه کم بکنه که هیچ ریسکی نداره. درسته. خب من و تقریبا قوانین انقدر ثابتن، یعنی قوانین مثلا الان قوانین داری مال سال 1967 همین که بودن و هستن. بله 67 71 هیچ تغییر چندانی نکردن که شما بگین امروز اینو گفتن 2 سال دیگه یه چیز دیگر میگن. نه، ثبات رو از این نظر خیلی داره. بسیار خوب. رو سیستم‌های فروش آنلاین رو چیا میشه کار کرد؟ مثلا شما میگید تو صنعت غذا خوبه، پوشاک خوبه، دارو میشه کار کرد، چی رو بیشتر؟ همه چی، چون مردم اینجا بسیار رو، یعنی اصلا همه کاراشون رو آنلاینه. آها. آره. پس اینم یه ولی دارو یکم سخته. دارو آره. من الان خودم دنبال این هستم که دیجیتال مارکتینگ شرکت رو راه بندازم، خیلی سخت میگیرن. یعنی شما همه سرتیفیکیت ها همه رو باید بیاری آنلاین کنی، همه مهر خورده باشه، همه، یعنی سخت. ولی چیزای دیگه نه. اوکی. و فکر می‌کنم روی مکمل و مکمل ها اینا بتونیم کار کنیم رو آنلاینش راحت تره. آره، مخصوصا مکملایی که زینک و منیزیم دارن اینجا خیلی کمه. آها، خیلی خوب. اینم خب یه دیتای خیلی خوبیه که دادین و باز امیدوارم شرکت‌ها این حوزه بتونن استفاده کنن. بعد دیگه چی میشه کار کرد؟ نمیدونم تو حوزه انرژی چطورن؟ مثلا خبر دارین اوضاع انرژی؟ نه این چیزای سخت رو از من نپرسید که من انرژی. مثلا برق و اینا که اوکیه دیگه، اونجا مشکلی نداری؟ برق گرونه. اوکی. اینجا برق خیلی گرونه. آره مثلا ما یه خونه معمولی، خب البته که اینجا آشپزی، مثلا من به عنوان یه کسی که من توی ریزه ها برم، آشپزی تایلندی ها ندارن چون غذای بیرون خریدن براشون ارزون تره. فروشگاه ها گاز دارن، خونه ها گاز ندارن. مثلا آپارتمان ها گاز ندارن، ولی حالا شما یه خونه داشته باشی میتونین کپسول گاز داشته باشین. میگم مثلا دوره همون رضا شاه و موقع های خودمون ندارن دیگه، چیز ندارن. آره، ولی غذا خریدن خیلی بیرون ارزون تر میفته، مخصوصا اگر تعداد افراد خانواده کم باشه. کلا انرژی گرونه. بسیار خوب. ولی مثلا سوبسید و یارانه رو دارن برای تولید کننده ها، این امکانات رو فراهم میکنن. درسته. و اونجا مثلا مثلا انرژی سولار استفاده میشه یا نه؟ مثلا برق خورشیدی؟ نه هنوز خیلی شاید یه مجموعه های خیلی خاصی، ولی اینکه بین مردم باشه یا عادی باشه نه. آها، خیلی خوب. تو حوزه کشاورزی که خوبن، صادرات فکر میکنم دارن، درست میگم؟ بله حوزه کشاورزی خوبن، ولی من فکر میکنم، حالا نمیدونم باید بپرسم، تو زمینه کودها فکر میکنم ضعف دارن. آره، برای تایلند که الان کود اوره مثلا تقاضاشون هست، خیلی تقاضا از ایران هم دارن. حالا سر قیمت معمولا ما یه خورده چالش داریم، ولی میدونم که واردات دارن اوره و اینجور چیزا رو. تو اون حوزه حالا شما شاید دستتون باز نباشه خیلی، ولی کلیت اینه که جای کار احتمالاً دارد. به من بگین اینها رو، به من، یعنی من روی اینها کار کنم. میگم شرکت لیفارمای تایلند در حال حاضر فقط یه شرکت وارد کننده و توزیع کننده است و ما دستمون برای خیلی از محصولات بازه. خب شما اگر فکر میکنید یه پتانسیلی تو ایران هست و اصلا بازار داره تو تایلند، ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. خیلی خوب. ما اینا رو، من این اطلاعات رو از شرکت‌ها باز میگیرم، با شما شیر میکنم که ببینیم هر حوزه رو چطور میتونیم بریم، چون هم تو حوزه آفتکش‌ها هم کودها هم یه سری ماشین‌آلات کشاورزی خوبیم ما، به خصوص مثلا تو تبدیلی و اینها. باید یه خورده خود منم بیشتر دقیق بشم. شرکت‌ها هم مثلا اونایی که حالا میگم این ویدیو رو بعداً دیدن میتونن پیشنهاداتشون رو بدن که روی این موضوعات کار بکنیم. بعد هزینه زندگی، ببین بعضی شرکت‌ها ممکنه بگن آقا ما می‌خوایم یه نیرو مستقر کنیم اونجا. هزینه زندگی و اینکه یه دفتر بگیرن اونجا، یه نفر نیرو داشته باشن، یه برآورد کلی میتونید به ما بدین؟ اگر که دفتری بخوان داشته باشن، اول اینکه الان که به نظر من هیچ دفتر لازم نیست، یعنی یه لپتاپ داشته باشی خودش یه دفتره. خب. ولی اگه بخوای یه دفتر داشته باشید کجا باشه، یعنی همه اینا هست، ولی مثلا با 50,000 بات مثلا بهتون اینطوری بگم، مثلا اگر نخوایم برین مرکز شهر،
که معمولا همون دانتاون خیلی هم گرون هست، ولی مثلا اطراف نزدیک مثلا خب خیلی هم ترانسپورتیشن اینجا خوبه، از اسکای ترین و تا مترو و اینا خیلی خیلی خوبه. یه جای متوسط رو به بالا برای یک نفر فکر میکنم مثلا با 50,000 بات 50,000 بات مثلا بگیم بشه نمیدونم چند میلیون میشه. شما فرمودین با اوکی حساب کتاب بعداً آره با 50,000 بات. ولی اگر مثلا بخوان بیان اینطوری فکر کنن که اصلا به صرفه نیست، اگر میخوان یکی رو بفرستن باید مثلا یه دونه استودیو از نظر من یه استودیو براش اجاره بکنن با لپتاپ و اینا، میتونه به همه کاراش هم برسه. استودیو رو مثلا با خورد و خوراک و همه چیش شاید مثلا 20,000 بات 25,000 بات. اینجا انقدر آپشنای مختلف هست برای سطح زندگی. شما با هر حقوقی که داشته باشید، چون تورم نیست و چون خیلی شما آپشن دارین، میتونید دوام بیارید. آها خیلی. بعد از چیزینا اطلاع دارید از مثلا خود این اکوسیستم نوآوری و فناوری و دانشگاهیشون اینا؟ مثلا تو ایران خب اخیراً الان خیلی شتاب دهنده ها وجود داره، استارتاپ ها میان ساپورت میشن، کارشون رو توسعه میدن. یه همچین فضاهایی رو تو کار شما بوده تا حالا باش برخورد داشتی؟ انتظار ندارم چون شما بیزنستون یه چیز دیگه است. آره. دارم میپرسم، گفتم برخورد داشتید یا نه؟ شتاب دهنده ها اصلا من نمیدونم یعنی چی. یه جوری اکسلراتور دیگه. مثلا فرض کن من یه ایده‌ای دارم، میام ایده‌مو به اینا مطرح میکنم، اینا میگن اوکی من یه سید مانی به تو میدم که کارتو شروع کنی، تیمتو بسازی، بعد 6 ماه ساپورتت میکنم، کوچت میکنم برای اینکه مثلا فرض کن اون هست. اوکی. اگر شما بتونید توجیهشون کنین، خب شما اگه پروپوزالتون رو بتونید توجیه کنید، اصلا خیلی از بانک‌های خصوصی اینجا شما رو ساپورت میکنن، حالا چه مقاله علمی باشه هر چی که باشه، دانشگاه خیلی هست، خیلی پتانسیل فایننس کردنتون رو دارن. هست، بله هست. فایننس از نوع وام یا مثلا از نوع مشارکته، یعنی اینوست میکنن چجوریه؟ هر دو هم مثلا اسکولار بهتون بدن، هم فایننستون کنن که شما به یه جایی برسین، بعد مثلا براشون کار کنید. همه جوره هست، بستگی به صحبت کردنتون باهاشون داره. اگر یه ایده‌ای بدین که قابل اجرا باشه حتما. خب ما ببینید، من چون میخوام کار تعریف بکنیم، رو این موضوع هم ورود بکنیم با شما یا نه؟ شما میگید فعلا من کارمو بذار روی واردات و توزیع. نه میتونیم صحبت بکنیم، چرا که نه. آها خیلی خوب. بله. پس اینم بازی سرفصلی میتونه باشه که انشالله بتونیم اونجا این کار رو هم تا حدی جلو ببریم. من تقریبا سوالاتم تموم شد. خب باز میگم اگه شما از تجربیات قبلیتون هم مثلا فرض کنید وقتی از خاطرات خوبی دارید از همکاری با شرکت‌ها، چه ایرانی چه غیر ایرانی، تجربیات بدی دارید، اونا رو فکر میکنید گفتنش خوبه برای اونایی که در آینده ان شاءالله میخوان همکاری داشته، اینا رو به ما بگید. نه من با شرکت‌های ایرانی میگم هیچ کاری نکردم. فقط اون اوایل که اومده بودم تایلند، ما میخواستیم کنسانتره انار رو از تبریز، اسم شرکت هم یادم نیست، میخواستیم اینو وارد بکنیم. مثلا فکر کنید سال مثلا 2011 میشه 89. بعد به من گفتن که تو میتونی مثلا صحبت کنی با تبریز و اینا، این کنسانتره رو واسه بزرگترین تولید کننده آب میوه تایلند، شرکت UFC. آها خب منم اینقدر خوشحال گفتم بله حتما این کارو میکنم. به فارسی برای شرکت نمیتونم اسمش چی بود، اون شرکت چه که یه کنسانتره آب پرتقالم به سنیچ، برای سنیچ. بله میدونم. آره برای اونا فرست. اول اینکه که انقدر سوال کردن که کی میخواد، گفتیم UFC میخواد. خب چرا UFC؟ خودش تماس UFC ما مجوز واردات داریم، ما میخوام. UFC اصلا دلش خواسته ما وارد کنیم چون ما انبار داشتیم، ما کولر داشتیم. انقدر سوال و جواب از من کردن. خب چرا میخواد؟ فرستادن. حالا که فرستادن خدا میدونه، باور کنید مثلا فکر کنم
1 کیلو کانسانتره فرستادن، هزینه‌ش رو هم پرداخت نکردن. ای بابا. و بعد یه قبض بلند بالا اومد برای شرکت ما که شرکت ما گفت همه جای دنیا سمپل و مجانی میفرستن، برای چی مثلا اینو از ما هزینه، یعنی یه طوری برخورد کردن که انگار خیلی دارن مثلا منت میذارن، تازه میدونستن خریدار کیه. بله بعد کنسانتره انار مثلا انار اصلا نبود اینجا، اصلا الان ما انار چین داریم که اصلا انار نیست، اسمش اناره، من نمیدونم چجور چین انار میداره. برای همین هیچ سابقه یه چیزی ندارم. همین الان خدا میدونه قبل از اینکه من با شما صحبت کنم ژاپن به من اعلام کرده که سپتامبر 0.1%، یعنی 0.1 دلار میشه، یک پنس میخواد فریت اضافه بشه. شما آمادگیشو دارید؟ من براتون ایمیل رو بفرستم که برای LCL 0.2، برای FCL 0.1. شما میتونید این افزایش قیمت، اصلا اگه به یه ایرانی بگی اصلا مثلا میگه که یعنی چی من پول دارم چون اینقدر همه چیشون حساب و کتاب داره. بله میفهمم. خودشون فروشندن و به ما که خریداریم، یعنی سعی میکنن همه چی امن و امان و بدون هیچ دغدغه‌ای برای مایی که داریم محصولشون رو مارکتینگ میکنیم و پخش میکنیم. بله. ولی من فکر نمی کنم، حالا انشالله که اینطوری نباشه، ولی مثلا من فکر میکنم یه شرکت ایرانی هیچ وقت نمیاد به من اینو بگیم که خب گرون شده، شما خبر نداری، فریت گرون شده، انقدر شده. آره مثلا اینطوری برخورد کنم، مثلا این فرقه. آره میفهمم. من واقعا خیلی خوشحالم که شما اینا رو میگین امروز، چون اینا چالشاییه که من 10 ساله دارم با شرکت‌های ایرانی تو این حوزه صادرات و اینها کار میکنم و رفتارها رو دارم میبینم بیرون از ایران چطوره. باور نمیکنید شاید یک آفریقایی الان خیلی حرفه‌ای تر از یه ایرانی رفتار میکنه تو حوزه بین‌المللی. حالا نمیخوام اینو جمع ببندم البته به همه، ما بعضی شرکت‌ها واقعا خوبن ولی بعضی شرکت‌ها، اکثر شرکت‌ها این سنس رو ندارن و دلیلش هم همونی که صحبت کردیم، یعنی فضا چون بسته است، رفت آمد کمه، ما شرکت چند ملیتی تو ایران کار نمی‌کنن که یه سری چیزا رو یاد بدن و ما ترین نمیشیم متاسفانه. من بچهای ایرانی که بیرون از ایران کار کردن برمیگردن ایران تو شرکت‌ها، خب اینا رو می‌بینم چقدر حرفه‌ای شدن، ولی اونایی که همینجوری نچرال و ارگانیک تو ایران رشد میکنن واقعا این چیزا رو نمیتونن تجربه بکنن و این مسائل رو ما چالشاش رو میبینیم بعداً توی تعاملات صادراتیمون. حالا انشالله که دوستانی که میگم انشالله اومدن تو این بازی و خواستن انشالله این داستان رو ما جلو ببریم با اونها، فکر میکنم که این صحبت ها خوب هست شنیدنش و انشالله تیون بشن روی این قضیه و انشالله بتونیم که یه همکاری خوب و بلند مدتی رو به شکل حرفه‌ای باهاشون داشته باشیم. ما پس نقطه شروعمون اینطور باشه، دوستانی که تمایل دارن که در حقیقت وارد این چرخه بشن، شما نکات خیلی خوبی رو فرمودین، پتانسیل‌ها رو گفتین، ظرفیت‌ها رو گفتین و تقریبا استراتژی ورودم برای هر موضوع رو تقریبا گفتیم که کدومو باید بریم به سمت تولیدش، کدومو باید بریم به سمت صادراتش. با این شکل ما دیتای ورودی داشته باشیم و بعد روی اینها حالا وقت بذاریم یه بررسی بازار بشه، یه ارزیابی اقتصادی بشه و میتونیم کارمون انشالله با هر شرکت که تمایل داشت شروع بکنیم. موافقید دیگه؟ آره. بله. و شما من براتون لیست محصولاتی هم که ما داریم رو هم میفرستم، اگر فکر کردین که تو ایران بازاری داره بازم من خوشحال میشم که همه اطلاعاتو به شما بدم. باشه، نه حتما استقبال میکنیم. ما هم اینجا خلاصه تو ایران هم الان ظرفیت واردات هم بالاه، یعنی همه چیز تولید نمیشه. مثلا همون لیست اولیه که شما برام فرستادید من بررسی کردم دیدم که یکیش که تولید نمیشه داره واردات میشه، دو تا دیگه‌ش هم در حقیقت فارما گرید نیست، اونا هم داره وارد میشه. پس اینجا هم این چالش رو داریم. ما مواد اولیه‌مون یه مقدار زیادیش داره وارد میشه به ایران از هند و کشورهای دیگه، ولی خب یه سری رو هم تولید داریم. اونایی که نه حالا کلا فارماسیوتیکال رو نمیگم، هر چیزی که فکر کردین مثلا از تایلند وارد میشه و من میتونستم این واسطه ها رو بشکنم و ما خودمون به شما برای شما بفرستیم، خیلی آره باشه. خیلی خوشحال میشم. آره بررسی نداشتم، هم خودم بررسی میکنم هم امیدوارم دوستانی که واردات دارن یا احیانا این فیلمو میبینن اونا هم یه جوری وصل بشن به ما و انشالله بتونیم کمک بکنیم به بله.
خب خیلی ممنونم، لذت خواهش بردم، خوشحال میکنم. شدم از این خواهش تماس. میکنم. امیدوارم که مفید باشه. اطلاعات من جلسمون بازم سوالی بود حتما بپرسید. خیلی محبت دارین دیگه، در ارتباط هستیم، خواهش ببینیم میکنم. چطور میتونیم کنیم. روزتون بخیر، خیلی خواهش. محبت کردین. روز شما هم بخیر باشه. خدا نگهدار. خدا حافظ شما. خدا.